اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره طه، سوره طه هستیم، مکیتون. این هم از جمله سوره های مکی هست و ما و شما خوانده بودیم که سوره های مکی یکی از خصوصیت های مهمشان همی است که در این سوره بیشتر مسائل اساسی اعتقادی، وجود الله، دلایل وحدانیت الله، دلایل دیگه مسائل اعتقادی، آمنت بالله تا و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، همین موضوعات مسائل اعتقادی زیادتر سر از این بحث میشه. و هی 135 آیه، 135 آیت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه. طه که از این دو حرف از حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده، معنایش الله بهتر میدانه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما انزلنا، ما نازل نکردیم، علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، القرآن، قرآن عظیم شان را، لتشقى، ای که تو در شقاوت یا سختی یا در رنج بیفتی، الا مگر برای چی نازلش کردیم؟ تذکرة لمن یخشا، کی یک پند است، تذکره هست لمن، برای کسی که یخشا میترسه. قرآن عظیم شان بر از این نیست که سر رسول الله هم سختی بیایه، بله بالای پیغمبرها سختی ها و مشکلات و امتحانات هست، لکن خود قرآن رحمت است، شفا هست، شفای صدور است، شفای بدن است، شفای فکر است، اندیشه هست، عقل است. از این خاطر الله متعال میگه که در قرآن عظیم شان تذکره هست، پند است، لمن یخشا، برای کسی که او توحید خشیت میفهمه، واقعا از الله ترس داره. تنزیلا، این قرآن عظیم شان نازل شده ممن خلق الارض و السماوات العلی، این نازل کرده شده قرآن ممن، از جانب او ذاتی که خلق الارض، که خلق کرده زمین را، و السماوات العلی، و خلق کرده آسمانهای بلنده. یعنی این کتاب خرد نیست، بلکه کتاب بزرگی هست که از جانب ذات با عظمت نازل شده، که او ذات با عظمت که این کلام از او هست، او ذات است که آسمان و زمین خلق کرده. الرحمن، این خالق متعال الرحمن است که علی العرش استوا، بر عرش استوا نموده هست. در کلمه استوا ما و شما علمای سلف که در جمله از اونا علمای مذاهب بودن و یکی از مذهب مالکی که امام مالک ابن انس رحمت الله علیه است، وقتی از این عالم بزرگوار پرسان شد که ما معنی الاستوا، گفت الاستواء معلوم والکیف مجهول، کیفیتش ما نمیفهمیم، کیفش مجهول است. استوا معلوم است، ما معنای استوا را میفهمیم که به معنای قرار گرفتن است. کیفیتش مجهول است، ما را تکیف نمیکنیم و درباره کیفیتش بحث نمیکنیم، چرا کیفش مجهول است. والایمان به واجب، و چون در قرآن ثابت است که الرحمن العرش استوا، به این ما ایمان داریم و ایمان آوردن به این واجب است. و السؤال عنه بدعه، چون موضوع غیبی هست و در غیب مداخله کردن و در او سوال کردنی بدعت است. بناهن الله متعال بر عرش استوا کرد، همون قسم که به جلال و عظمت شایسته هست و مربوط غیب است و ما غیب نمیدانیم. له، الله متعال که برای او هست، ما فی السماواتی، اینجا توحید حاکمیت بیان میکنه. یعنی در هر آیت قرآن شما وقتی که ببینید یک بحث اعتقادی است. در آیت اول وقتی که طه گفت الله اعلم بمراده، از جمله حروف مقطعات است و ما معنیش نمیفهمیم، ما در مقابل علم الله جاهل هستیم. پس الله متعال آنچه که بر ما علم داده او را یاد میگیریم و آنچه را بر ما نگفته بر خود او را در علم غیب خود حفظ کرده، ما به او عقیده داریم و تسلیم هستیم. در آیت دو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اینجا ایمان به قرآن ثابت میشه که از این آیت شریف معلوم میشه که قرآن عظیم شان نازل شده از جانب الله. هدف از نزول قرآن چی هست؟ این هست که تذکره هست لمن یخشا، این پند است برای کسانی که میترسن. خب این قرآن از جانب کی نازل شده؟ تنزیل ممن خلق الارض و السماوات العلی. بنابراین این یک موضوع عقیدتی بسیار مهم است که این قرآن عظیم شان از جانب خالق متعال نازل شده هست. الرحمن علی العرش استوى، اونجا ایمان به قرآن بود، اینجا ایمان به یکی از صفات الله متعال است. دو صفات الله است، یکی اسماء و صفات است که الرحمن است،
که به این صفت الرحمن ایمان داشته باشیم و دوم به این صفت فعلی الله که استوا هست بر عرش. له ما فی السماوات و ما فی الارض. این ایمان از به چی؟ بر ربوبیت الله، در مالکیت الله در آسمان ها و زمین، یعنی مالکیت آسمان ها و تصرف در آسمان ها و تصرف در زمین مربوط به خالق متعال میشه. و ما بینهما، و آنچه که در آسمان و زمین هست مالک متصرفش الله هست. و ما تحت الثرى، و آنچه که در زیر زمین هست این هم مالکش کی است؟ الله متعال است. این کلش توحید ربوبیت بیان میکنه که در بخش حاکمیت است. و این تشهر بالقول، در اینجا هم الله متعال توحید در علم غیب الله هست. توحید در علم غیب الله هست. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و میگه و این تجهر بالقول، اگر تو با آواز بلند بگویی کدام سخنی را، فانه، پس یقینا که الله متعال یعلم سر و اخفا، چون عالم الغیب و شهاده است پس میداند، یعلم میداند السر، آن چیزی که سری و مخفی و پنهانی هست، و اخفا، و آنچه که پنهان میشه و مخفی کرده میشه. کل زیر الله متعال آنچه که پنهان است و آنچه که پنهان میشه اردوش الله متعال میفهمه. الله لا اله الا هو، باز هم توحید اسماء الله الحسنا هست. اسماء و صفات توحیدش است که ما عقیده داشته باشیم به اسماء و صفات. عقیده چی داشته باشیم؟ که اسماء از جمله اسماء و صفات است، یعنی هر نام امو صفت هم الله متعال داره. الله ذاتی است که لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که، یعنی نیست هیچ معبودی که مردم او را عبادت میکنن و او مستحق عبادت باشه که ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه، الا هو، بغیر از الله. پس اینجا استثناء فقط به استثناء الله، هیچ معبود دیگی مستحق عبادت و اطاعت نیست. له الاسماء الحسنى، ای باز توحید اسماء الله الحسنى را بیان میکنه که خاص بر الله هست. الاسماء الحسنى، نامهای نیک. نامهای نیک الله، وقتی که اینجا الله متعال گفته الاسماء الحسنى، اینجا نامهای نیک الله که است. در این قسمت حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله است که رسول الله صلی الله علیه و آله سوال میکرد الله متعال به نامهایش و میگفت که اسالک بكل اسم، برای هر نامی که الله متعال میگه سمیت به نفسک، که الله خودش خود به اون نام مسما کرده. و در این قسمت علما میگن چون نامهای الله که است ای هم در وحی نازل شده، بنان اسماء الله کلش توقیفی هستند. برای ما و شما امت رسول الله صلی الله علیه و 99 نام در قرآن و سنت ذکر شده است، در حالی که تعداد اسماء الله تنها همین 99 نیست، بلکه نامهای دیگه هست که بعضیش مثلا به دیگه پیغمبرا گفته است، بعضیش مثلا به دیگه ملائکه گفته است، بعضیش در علم غیب خود الله حفظ کرده، مثل که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است. اما بر ما که است در قرآن و سنت 99 نام بیان شده که ما به شکل توقیفی امین 99 نام میگیریم و آنچه که در قرآن و سنت ثابت است از اسما و صفات به مو ایمان می داشته باشیم و از طرف خود کدام نامی را برای الله نسبت نمیتیم. و هل اتاک حدیث موسی، الله متعال میگه که آیه رسول الله صلی الله علیه و بر شما خبر موسی علیه السلام آمده است. اذ رأى نارا، وقتی که موسی علیه السلام آتش را دید، وقتی که از به امرای خانم خود از کوه تور تیر می شدن، می خواستند که مثلا برن به طرف منطقه خود، فقال آتش شدید، فقال لأهله، گفت به خانم خود امکثوا اینی آنست نارا، شما امیجا مکس بکنین، درنگ بکنین باشین، اینی آنست نارا، ما اونجا دیدم آتش را، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید که ما بر شما یک قسمتی یا یک شعله یا یک پارچه از این آتش بیارم. البته اینا از جایی که می رفتن یا تاریکی بوده، شب بوده، و یا هم مثلا هوا سرد بوده. به هر صورت موسی علیه السلام از دور یک چیز را روشن میبینه و فکر میکنه که آتش است و میگه من میرم از اونجا، اگر کسی اونجا باشه از پیشان یک قبسه، یعنی یک توته، یک پارچه، یک شعله از آتش میارم. او اجد علی النار هدا، یا ای که دمی قسمت آتش ما کدام راهنمایی را پیدا بکنم که برای ما راه را درست نشان بده که ما شب اینجا چطور تیر کنیم، راه چه قسم است، برای ما راهنمایی بکنه. فلما آتاهم، وقتی که موسی علیه السلام دمی قسمتی که برش روشنی معلوم میشه، اینجا می نودی صدا کرده میشه و درش که یا موسی، ای موسی علیه السلام، اینجا که شما آمدین، اینی انا ربک،
از جانب الله سرش صدا میشه که ای موسی علیه السلام انی انا ربک، یقینا من رب شما هستم، خالق شما هستم، روزی دهنده شما هستم، شفا دهنده شما هستم. برای موسی علیه السلام الله متعال خطاب میکنه، چون الله متعال با موسی علیه السلام گپ زدن و یکی از صفات الله متعال صفت چی است؟ کلام است که الله متعال سخن گفته و با موسی علیه السلام فخلع علیک. این چه قسم سخن گفته؟ همو قسم سخن گفته که بجلال و عظمت الله متعال شایسته هست. ما او را با سخن گفتن مخلوقات تشبیه نمی کنیم، تمثیل نمی کنیم، بلکه میگیم همو قسم الله متعال سخن گفت که بجلال و عظمت از او شایسته هست. الله متعال برش گفت که انی انا ربک فخلع علیک، پس بکش امو پاپوش هایتا نعلینتا، ایره از پایت بکش، انک یقینا که تو بالواد المقدس تو در یک وادی مقدس هستی که این وادی مقدس تو نام داره. و انا اخترتک، و الله متعال برش میگه که من تو را اختیار کردم. در اینجا چون مسئله توحید است، ما و شما گفتیم که الله متعال در جایی که توحید بیان میکنه باز اونجا بر خود ضمیر مفرد استعمال میکنه. اونجا گفت انا، اینی ضمیر ببینید مفرد است، انا ضمیر مفرد است. و اینجا باز در آیت دیگه باز میگه و انا اخترتک، اینجا هم انا گفت ضمیر مفرد استعمال کرد. و در جایی که باز الله جلال و عظمت خود بیان میکنه باز در اونجا ضمیر جمع میاد، مثل که میگه و انا نحن نزلنا الذکر. پس اینجا فرق است فقط در اسلوب است. در جایی که مسئله توحید و وحدانیت از ضمیر مفرد استعمال میشه در قرآن و در جایی که عظمت خالق بیان میکنه، قدرت و قوت خالق بیان میکنه، باز اونجا ضمیر جمع استعمال میشه برای تعظیم. و انا و الله متعال میگه من اخترتو که اختیار کردم تو را این موسی علیه السلام، یعنی تو را من حیث پیغمبر اختیار کردم، فاستمع پس گوش بگی، لما به آنچه که یوحا وحی کرده میشود. اننی الله متعال برش ببینید ضمیر مفرد استعمال میکنه، اننی یقینا که من انا الله ما هستم الله، لا اله نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش اطاعت شوه و تطبیق شوه الا انا، بغیر از من، فعبدنی پس مرا عبادت بکن. بناهن او ذاتی که مستحق عبادت است و مستحق اطاعت است الله متعال میگه من هستم، برای موسی علیه السلام وحی میکنه و برش میگه فعبدنی پس مرا عبادت بکن و اقیم الصلاة لذکری و نماز ادا بکو به یاد من. این یک مسئله توحید شد. دوم مسئله که ان الساعة آتیه اکاد اخفیها، اینجا الله متعال مسئله دیگه ایمانی رو میگه که بله ساعت یا لحظه قیامت هم آمدنی هست. یکی لحظه قیامت است، یکی روز قیامت است. اینال لحظه که قیامت میشه یا شب یا روز دقیق نیست، به خاطر از اینکه یا روز میشه چون نصف دنیا شب میباشه نصف دنیا روز میباشه. بنابراین اینجا ساعت همون لحظه که قیامت میشه آتیتون آمدنی است. اما روزی که باز طویل است که در اونجا محاسبه و گپا صورت میگیرن باز او را روز قیامت میگن. یکی لحظه قیامت است که همون لحظه سور دمانده میشه و کل انسان ها از بین میره و سور دومی باز دمیده میشه، کل دوباره زنده میشن. این لحظات است و ساعت است. اما روز قیامت که باز روزی است که باز محاسبه و گپا میشه که مقداره 50,000 سنه، تقریبا 50,000 سال ما و شما میشه. الله متعال میگه ان الساعه یقینا که امو قیامت آتیتون آمده نیست، اکادو اخفیها نزدیک از کوره ما چی کنم؟ مخفیش بکنم، میخواهم کوره پنهان بکنم، یعنی در علم غیب خود او را حفظ میکنم و او بر شما گفته نمیشه. یعنی بر موسی علیه السلام گفته میشه که قیامت میایه، بر رسول الله گفته شده قیامت میایه، اما لحظه دقیق قیامت کدام لحظه است او را الله متعال در علم غیب خود او را چی کرده؟ حفظ کرده. و اینجا بعضی از علما میگن که اینجا همزه برای ازاله هست و خفا هم به معنای منفی هست، منفی و منفی مثبت میشه، یعنی نزدیک است که او را من اظهار بکنم، آشکار بکنم میشه. نزدیک است که باز ما او را باز خود من آشکار بسازم. لتجزا کل نفس بما تسعی، تا پاداش داده شود کل نفس، هر مخلوق صاحب نفس، بما تسعی، به آنچه که او سعی و تلاش میکرد. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها،
فلا یصدن، پس صد یا مانع واقع نشود بر تو، یا ترا مثلا مصروف نسازه آنها از قیامت، از یاد قیامت، از عمل کردن به قیامت. من لا یؤمن بها، کسی که به او ایمان نداره. چرا؟ کسی که به قیامت ایمان نداشته باشه باز آمادگی به این روز نمی داشته باشه. پس تو پیغمبر الله هستی، رسول من هستی، الله برش میگه اونایی که ایمان نداره تو را از آمادگی به قیامت مشغول نسازد. و تبع هواه، او کسانی که ایمان به قیامت ندارن و تبع هواه و متابعت میکنن. چی رو متابعت میکنن؟ غلامی چی رو میکنن؟ هوای نفس خدا میکنن. فتردا، پس هلاک میشوی. این حال بعضی کسا میگه که ما آزاد هستیم و از این خاطر میگه ما تسلیم شریعت نیستیم، ما آزاد هستیم اشی که دل ما خواست. پس اینا آزاد نیستن. قرآن میگه که اونا مطابقت از نفس خود میکنن، اونا غلام نفس خود میشه. این حال کسی که اطاعت از الله نمیکنه در حقیقت اطاعت از چی میکنه؟ اطاعت از نفس خود میکنه. الله متعال میگه و تبع هواه، پس این مطابقت از نفس خود میکنه. فتردا، اگر ای پیغمبر اگر تو باز از این چیز مانع آمادگی به قیامت کسایی از تو شد که اونا ایمان ندارن و مطابقت نفس میکنن و اگر تو از اینا چی کنی؟ مطابقت بکنی، فتردا هلاک میشوی. یعنی اطاعت کردن از مردمای بیدین در حقیقت سبب چی میشه؟ سبب هلاکت انسان میشه. الله متعال از موسی علیه السلام پرسان میکنه و ما تلک بیمینک یا موسی، ای در دست تو چی هست؟ دست راست ای موسی علیه السلام. قال، موسی علیه السلام گفت هی عصای، ای عصای ما هست، اتوکل علیها، بالا از او تکیه میکنم، و احش بها علی غنمی، و توسط از او ما امو بزها یا رمی خدا برشان برگ ها را میریزانم. ولی فیها معارب اخرى، و در این کارهای دیگه هم دارم. علمای تفسیر میگن که خب موسی علیه السلام وقتی که الله متعال امرایش گپ میزنه، خب این پیغمبر الله هست، الله متعال کتش گپ میزنه و میخواد که موسی علیه السلام راحت باشه و برای هم فرصت میده که گپ بزنه. و موسی علیه السلام چون خوش داره که به امرای الله متعال سخن بگه، از این خاطر خوبه متو میگه تفصیلی درباره عصای خود سخن میگه، زیرا موسی علیه السلام سخن گفتن با خالق خدا بسیار دوست داره. مثل که اگه انسان امرای شما گپ میزنه، اگر شما او را دوست نداشته باشین جوابش ده یک کلمه برش میدین، بله ای است، چی است؟ عصا هست. اما اگر دوستش داشتین باز یک کمک برش میخواین که زیاد کتش گپ بزنین. اینجا موسی علیه السلام علاقمند ازی بود که با خالق متعال گپ بزنه، از این خاطر زیادتر تفصیلات میده، به خاطر زیاد ملاقات کردن و سخن گفتن با رب العالمین. قال، میگه الله متعال برش گفت که القیها یا موسی، پر تو ای عصایت ای موسی علیه السلام. فالقاها، پس موسی علیه السلام با اساس امر الهی عصای خود انداخت. فاذا هی حیه، که ناگهان، اینجا اذا ایره اذای فجائیه میگه با معنای ناگهان. ناگهان یکی اذای ظرفیه هست که وقتی که ترجمه میکنیم، یکی اذای فجائیه است که به معنای چی میشه؟ ناگهان. فاذا، پس ناگهان، هی امی عصای موسی علیه السلام حیتون، یک مار شد که تسا، که حرکت میکرد و میدوید. قال، الله متعال برش گفت که خودها بگیرش ولا تخف، و نترس. چون موسی علیه السلام برش یک چیز بسیار عجیب بود که یک عصا به مار مبدل شوه و موسی علیه السلام وقتی که دید البته میترسید. الله متعال برش گفت که خذها، بگیرشه، ولا تخاف و نترس. سنعیدها، پس ما بر میگردانیم امیره سیرت الاولی، به مو شکل اولیش. یعنی پس وقتی که تو به دستت بگیری پس به شکل عصا میشه. واضمم یدک، و پیوست کن دستت را الی جناحک، به پهلویت، تخرج بیضاء من غیر سو. وقتی که دست خود از یخن خود داخل میکنه به زیر بغل خود، یک دستش چی میشه؟ روشن میشه. ات روشنی میده من غیر سو، یعنی بدون عیب. ات نیست که مثلا دستش کدام مرض پیس باشه یا چیز باشه تو سفید بزنه، نه، بلکه دستش به حالت عادیش است، لکن یک روشنی که ای عبارت است یک معجزه هست برش میگه که ای هم ایره بیبی که روشنی میشه من غیر سوء، روشنیه یا سفیدیه من غیر سوء، بدون از کدام عیب. آیتا اخرى، این معجزه دیگر است. معجزه اول انتقال عصا به مار، و معجزه دوم امی انتقال دست عادی به یک دست روشن پر از نور و روشنی. لنوریه که من آیاتنا، تا ما براتون نشان بتیم از علامات قدرت خود را، الکبرا که بسیار بزرگ است. حالا که برای موسی علیه السلام این پیام برش گفته شد که
ما تو را اختیار کردیم و این هم معجزات تو هست. آل برش رسالت بیان میکنه الله متعال، برش میگه که اذهب برو الى فرعون، به سوی فرعون، انه طغى، یقینا که ای فرعون بسیار سرکشی کرده. از این آیت شریف بر ما و شما معلوم میشه که همیشه رسالت پیغمبران چی بوده؟ این رسالت که دین است، این همیشه پیوسته با سیاست بوده. از این خاطر در این وقت در رأس سیاست کی قرار داره؟ فرعون قرار داره. والله متعال میگه برو پیش از این سیاست مداره که این طاغوت است، فرعون است، سیاست مدار است، انه طغى، این سرکشی کرده. و سرکشی و طغیان فرعون چی است؟ که او جاگزین شریعت الله امو قوانین خود میسازه، میخواد که قانون ازی به ضد شریعت الله تطبیق شوه و امو ظلم و طغیان و سرکشی که میکنه مطابق خواسته های خود انجام بده. قال گفت رب اشرح لی صدری، موسی علیه السلام دعا میکنه که ای پروردگارا اشرح لی صدری، بگشا صدر مرا یعنی سینه ما باز کن، و یسر لی امری، و ای پروردگار ما. اینجا میبینین اینجا توسل است. موسی علیه السلام توسل میکنه به چی؟ به یک نام از نامهای الله که رب است. میگه که رب، ای رب من، اشرح لی صدری، آل دعا میکنه توسل به نام الله میکنه که ای رب من، ای خالق من، ای روزی دهنده من، ای شفا دهنده من، ای مالک متصرف من. پس رب همین معانی را کلش شامل است که تو رب ما هستی، خالق ما هستی، مالک متصرف ما هستی، زندگی و مرگ به دست تو هست. پس اشرح لی صدری، سینه مرا باز یا گشاده بساز، و یسر لی امری، و آسان کن امور مرا، واحلل عقدة من لسانی، و دور کو امو عقده یا بندش از زبان ما، یفقه قولی، تا که دیگران سخنهای مرا تا بفهمن، یفقه بفهمن قولی سخنهای مرا. واجعل لی وزیرا، و همچنان توسل میکنه به الله، برش میگه که یا الله واجعل لی وزیرا من اهلی، بر من یک وزیر. وزیر به خاطر که وزیر اصلا در لغت وزر گناه را میگه، و وزیر چرا وزیر میگن؟ به خاطر کسی است که اما مسئولیت ها و سختی ها و مشکلات یک مقدارش او به دوش خود میگیره. بنابراین برش میگه که واجعل لی وزیرا، پس امرای من یک کس کمک کننده که امی بار رسالت و امی سختی های رسالت امرای ما یک جای حمل بکنه، و او من اهلی، از اهل ما باشه، کسی که او زیاد میتونه برای ما خدمت بکنه و میتونه برای دین خدمت بکنه و انسان صادق است. هارون اخی، هارون علیه السلام که اخی برادر من است. اشدد بهی ازری، حالا میگه چرا من این تقاضا را یا الله کردم؟ تا که من قوی بسازم با امرای ازی امو کمر خدا یا مثلا همت خدا با امرای ازو من محکم بسازم. یعنی یک وقتی که یک نفر می باشه چی میشه؟ تو تنها می باشه، سختی ها سرش زیاد می باشه. وقتی که دو نفر شد باز امو مشکل کمتر میشه. همین قسمه که مثلا الله متعال برای هارون علیه السلام، برای موسی علیه السلام هارون علیه السلام به خاطر ازی که همکارش باشه و در سختی ها همراهش کمک بکنه، همین قسمت تا خانم ها را در وقت شهادت در مسائل تجارتی که است میگه که دو خانم شهادت بتن. بناهن اگر موسی علیه السلام، ببینید بعضی اوقات اگر یک انسان قرآن نفهمه، حالا مثلا اگر هارون علیه السلام که موسی علیه السلام دو نفر یک جای شدن و آمدن پیش فرعون، آیا در شخصیت موسی علیه السلام کدام کمی آمد؟ نامد. حالا اگر دو زن برای شهادت میرن، متوجه هستین؟ پیش محکمه پیش قاضی میرن، بناهن وقتی که ایواز یک زن دو زن میرن برای شهادت، اینجا به معنای نقصان ظرفیت ازو یا ارزش ندادن بر ازو نیست، بلکه بعضی اوقات است که الله متعال میفهمه که اینی بنده من اینی توانی بیشتر نداره، از این خاطر بر ازو کی یک همکاری را تعیین میکنه. در شهادت همراه خانم یک کس را معاون تعیین میکنه که شما دو نفر باشین به خاطر ازی که در این مسائل بتونین خوبتر شهادت بتین. و همین قسم خود موسی علیه السلام تقاضا میکنه، میگه یا الله بر من امرای من برادر من بفرست، اشدد بهی ازری، تا که من قوی بسازم به امرای ازو امو کمر خدا و یا امو امور خدا، و اشرکه فی امری، و مورد در امور خود شریک بسازم، کی نسبحک کثیرا، ای که ما بسیار تو را تسبیح بگوییم. به عوض یک نفر دو نفر وقتی که یک جای میشن میتونن خوب عبادت بکنن، خوب اطاعت بکنن، خوب مثلا احکام الله را بالای خود تطبیق بکنن، و نذکرک کثیرا، و تو را بسیار زیاد یاد بکنیم. انک کنت بنا بصیرا، ای پاک پروردگارا تو به ما بسیار بینا هستی. قال گفت الله متعال برش که قد اوتیت سؤلک یا موسی، یقینا که داده شدی
سؤلک، امو سؤالت یا تقاضایی که داشتی امو تقاضایت برات داده شد یا موسی علیه السلام. ولقد مننا علیک، الله متعال میگه ولقد و یقینا که مننا علیک ما منت گذاشتیم احسان کردیم علیک بالای تو مرتون آخرى مرتبه